ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده‌های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 4 گفتاری 82. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در بی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. ما از کراکشخانه دور شده از بازار اسب بخارا گذشته به گلجوی رسیدیم. خران کراکش که تا آنجا آهسته آهسته قدم پرتافته رفته ایستاده بودند، با عادت مقرریشان یک باره و همگی یک جایه از راه باز ایستاده، تمشقهاشان را در یک تپرخاکی راه تقانده، گویا که از آنجا یگان چیزی گم شده خود را کافته می یافته باشند، بوییده مالش دادن گرفتند. من که به طرزی در باب خری کراکش و بیماری قسم 3 یادداشت‌ها نشر یکم تاجیکی صحیفه 254 قید کرده شده، چگونه برای انداختن خری کراکش را پیشتر آموخته بودم، در حال پیاده شده از درخت توت خلچوب‌های یک گزی بریده گرفته، نوک‌هاشان را تیز کرده، یگان یگان به رفیقان داده، یکی از آنها را به دست قاری نورالله هم دادم. هر کدام از رفیقان با خلچوب خری سواری خود را بیرحمانه زده و خله کرده براه انداختند. اما قاری نورالله که دو دستش به نگاه داشتنی چمدان بند بوده، خری خود را نه زده می توانست و نه خله کرده، خری او همچنان به زمین کاوی و خاکبویی مشغول شده در جای خود ایستادن گرفت. یکی از رفیقان خری خود را پس گردانده به دنبال قاری گذشته، خری او را از صغریش چوب کاری کردن گرفت. خر که شته از جوشن جانش گذشت، یک باره لگد پرانده و حلاس زده براه در آمد. لیکن برابری لگد پرانده حلاس زدن خر، قاری هم با چمدان خود از بالای وی پریده رفته در تپرخاکی راه غیل زد. بعد از قاری را به خر سوار کرده، چمدانش را به پیشش داده به راه انداختن، باز در بین رفیقان و قاری نورالله بر بالای دشواری خرسوارانه با چمدان سفر کردن و افضلیتی به هر دشواری که باشد کار فرمودن هر چیزی نو برآمد، در هر جا مناظره سر شده اوج گرفت. یکی از رفیقان دید که آخری این مناظره به جنگ و جنجال و دلسیاهی آید خواهد شد، به رفیقان خطاب کرده: بسنده است این همه گفت و گزاری بیهوده. بر بالای خر و چمدان گفت: اگر طالب باشیتان، من یک افسانه حکایه می کنم که با شنیدن آن همه اتان این ماجرای بی‌معنی را از یاد می برارید. همه به یک زبان غیر از قاری نورالله حکایه کردن آن افسانه را از آن رفیق طلب کردند. او هم قبول کرد. شاهزاده رمال. بوده است نبوده است، یک پادشاه بوده است که
یک پسری احمق داشته است. گویان رفیق افسانه‌گوی ما گپ سر کرد. او فکر کرده است که پسرش بعد از سری او پادشاه شده مملکت را اداره کرده نمیتواند. بنابراین به او هنری یاد دادن در کار است که بعد از رانده شدنش از پادشاهی به واسطه آن هنر یک برده نان یافته خورده تواند تا که از گشنگی نمورد. اما کدام هنر را به او یاد دادن در کار است؟ پادشاه به این سوال خود جواب یافته نتوانسته است، چون که پسری احمقش را قابل هیچ یک هنر نمیدانسته است. ناچار رمالان شهر را جیغ زده آورده فرموده است که رمل انداخته معین کنند که پسرش به کدام هنر قابلیت دارد تا که او را برای آموختن آن هنر به شاگردی دهد. رمالان بعد از رمل انداخته دیدن برای پسری پادشاه را به خودهاشان هم پیشه کردن به یک زبان گفتند که شاهزاده به رمالی قابلیت دارد. پادشاه از آنها آیا به یاد دادن این هنر به پسری من شمایان متصدی می شویتان؟ گفته پرسیده است. آنها با یک زبان منتدارانه این خدمتی پرشرف را به عهده می گیریم گفتند. پادشاه پسری خود را برای آموختن رمالی به رمالان سپرده حق تعلیم آنها را هم پیشکی ادا کرده است و وعده داده است که بعد از این هنر را یاد گرفتن پسرش به آنها باز انعام خواهد کرد. رمالان پسری پادشاه را مدتی 6 ماه با خود داشته و به او هنری رمالی را یاد داده و پیش پادشاه پسرتان رمالی را به خوبی آموخت گویان آوردند. پادشاه پسری خود را امتحان کرده دیدن خواسته در حضور رمالان و اهل دربار چیزی را در دستش پنهان کرده و پسرش فرموده است رمل انداخته یابد که در دست او چیست. پسر بعد از دانه های رمل را چندین بار انداخته دیده اشارت های آن را نوشته گرفتن و پدرش گفته است که در دست شما یک چیزی گرده‌ای میان سوراخ هست که در یک جای کنارش اندک برآمدگی دارد. پادشاه خرسند شده گفته است که شکلی چیزی پنهان کرده ام را تماما یافتی، اکنون گوی که آن چیز چی چیز است؟ شاهزاده بعد از لحظه اندیشه کرده ایستادن گفته است که شما در دست خود سنگ آسیا را پنهان کرده اید. با شنیدن این جواب شاهزاده شان اهل دربار بی اختیار قهقه زنان خندیدند، اما پادشاه در غضب شده مشتش را کشاده بر رمالان نشان داده است که در دست او انگشترین بوده است و خشمگینانه بر رمالان گفته است کجاست آن علمی که شما به پسرم آموختید؟ شما مرا فریب دادن خواستید. شمایان را جزایی سخت دادن لازم است. رمالان با آهنگ عذرخواهی گفتند اعلی حضرتا، آنچه که علم رمالی بود ما به شاهزاده آموختیم و یاد هم گرفت که شکلی چیزی را که شما در دست پنهان کرده بودید یافت. در حقیقت هم سنگ آسیا یک چیزی گرده‌ای میان سوراخ است که در یک جای کنارش اندک برآمدگی دارد و جای اندک برآمدگی سنگ آسیا همان چوبی است که در کنار سنگ وضع کردند تا که در وقت گردشی سنگ آردی از تگی وی براینده را آن چوب غون داشته آورده به خلطه آردان ریزاند. اما برای یافتن چی چیز بودنی آن چیز هیچ نباشد. همین قدر تمیز در کار است که در کف دست آدم نغنجیدن سنگ آسیا را فهمد. ما به شاهزاده علم آموختیم، اما به او عقل و ادراک و تمیز آموختن از دست ما نمی آید.
با شنیدن این افسانه رفیقان ما هم مانند اهلی درباری آن پادشاهی افسانوی همه با یک آواز قهقه زنان خندیدند، چون که آنها فهمیده بودند که رمز این افسانه به قاری نورالله عاید است، زیرا او هم مانند پسری آن پادشاه نقص بودن چیزهای نوبرآمد را توتیوار یاد گرفته است، اما آن عقلی را ندارد که به واسطه وی کدام وقت و در کجا کار فرمودن آن چیزی نوبرآمد را دریابد. اما قاری نورالله هیچ نمی خندید و آتشین هم نشده بود، زیرا اون نفهمیده بود که رمزی این افسانه به خودش عاید است. احتمال او به این حکایه گوش هم نانداخته و به فهمیدن مضمون آن هوس هم نکرده باشد. او همچنان افتان و خیزان به نگهداری چمدان خود مشغول بود. بیچاره قاری نورالله با گناه همین قدر نوپرستیش از طرف امیر کشته شد. احوال عمومیم و مشغولات علمی و ادبیم در مدرسه حاجی زاهد. احوال من عموماً از جهت زندگانی هم از جهت مشغولات علمی و ادبی در سالهای استقامت کردنم در مدرسه حاجی زاهد نسبت به پیشتره خیلی بهتر بود. من در آن وقتها در مدت ماههای تحصیل رسمی از اول میزان تا اول حمل، یعنی از 24 سپتامبر تا 22 مارس با حسابی نو اساساً 2 درس می خواندم که یکی از آنها را در 3 جای، دیگرش را در 1 جای. درسی در 3 جای خوانده شدنی درسی درس خانگی بوده. این را اول به صفت دامالله کنجکی در پیش ملا عبدالسلام، دوباره همین را به صفت دامالله درس خانگی در پیش دامالله اکرامچه، باز همین درس را 3 باره در پیش قاضی کلان قاضی بدرالدین با طلب زمان می خواندیم. در همه این درس ها قاری جماعی ما عبدالخلیل مخدوم بود. میرزا عبدالواحد، میرقادر مخدوم که ذکرش در بابی در مدرسه عالمجان قسم 3 گذشت و حامد خواجه که ذکری او نیست در قسم 3 در صحیفه های 209 210 نشر 1 تاجیکی گذشت، همراه شریک درس و رفیق دائمی بوده. شماره شریکانی دیگر در پیش دامالله کنجکی با ما همگی 10 نفر، در پیش دامالله اکرامچه از 70 تا 100 نفر و در پیش قاضی کلان نیز تخمیناً همین قدر بود. معنی با طلب زمان بودن درسی پیش قاضی کلان این بود که قاری جماعی ما عبدالخلیل مخدوم قاضی زاده بودند، بعد از ختم درس خود نیز مقصد قاضی شدن داشت. در بخارای آن وقته به یگان منصب علمی رسیدن، خصوصا در جای قاضی یا رئیس شدن، بی شناسایی قاضی کلان زمان هیچ ممکن نبود. بنابراین عبدالخلیل مخدوم درس خانگی را در پیش قاضی کلان خواندن را نیز لازم دانسته، ما را که شریکان و رفیقان نزدیکی او بودیم با خود کشید و ما هم برای خاطری او این کاری به شخصمان بیفایده را قبول کردیم. هرچند درس قاضیخانه از جهت علمی یگان پول فایده نداشته باشد، هم برای من بر این آدمی کنجکاوی هنگام طلب تماشازاری خوبی بود. اگرچه در همه درسخانه های بخارا بیشترین طلبگان، چنان که احمد مخدوم دانش نیز در نوادر الوقایع نام اثر خود تأکید کرده است، نافهمیده غلاغوله کنند هم در پیش قاضی کلان برای خوب شناساندن خود به او باز هم زیادتر و بلندتر فریادهای فلک پیچ می کشیدند. طلبگان آنجا چنان که در مرگ سودخور نام اثر خود نیز تصویر کرده ام،
مجموعه اثرها نشر تاجیکی سال 1949 صحیفه های 151-157 در وقتی به پیش قاضی کلان در آمدن، مانندی چپندازانی که در توده بزکشی در آمدن میخواهند یکدیگر را زده پس تیله داده، از گریبان یکدیگر گرفته عقیب کشیده، تنومند و زوربازویان شریکان کم قوتتری خود را با کتف و بازوی خود و پهلودری دری درآمد فشرده به مردن میرسانیدند و به همین طریقه هر کس به قدر قوه خود کوشش میکرد که پیشتر درآید و در بالاتری مهمانخانه قاضی کلان که در عین زمان درسخانه اش هم همین بود، در جایی که قاضی کلان او را درستتر دیده و نقصتر شناخته تواند جایگیر شود، تا که بعد از ختم کتب قاضی کلان او را فراموش نکند. درس دوم از متنها، مثلا متن شمسیه، متن عقاید نصفی، درسی غیر رسمی و بیرون از پروگرام مدرسه بود که آن را در پیش ملا عبدالسلام با شریکانی با دل نزدیکمان که در بالا نام برده شده اند می‌خواندیم. چنان که در بالا قید شد، درس تیارکنی ما روزانه در حجره عبدالخلیل مخدوم تشکیل می‌یافت که اشتراک کنندگان دائمی آن من، عبدالخلیل مخدوم و میرزا عبدالواحد منظم بودیم. در بعضی درس‌های مهمتر و دشوارتر حامد خواجه و میرقادر مخدوم هم اشتراک می‌کردند. روزهای تعطیل در آنجا مجلس ادبی و سرودخوانی تشکیل می‌یافت. در مجلس‌های ادبی زینت بخش دوره دوستان مانند گلی سری سبد بوستان محمد صدیق حیرت بود. در صحبت‌های ادبی شعرهای کلاسیک‌های تاجیک خوانده محاکمه کرده می‌شدند. بعضی شعرهای شاعران زمان نیز تحلیل و تنقید می‌یافتند. در مجلس‌های سرود غزلخوان دائمی آنجا چنان که در بالا قید شد قاری نورالله بوده، بعضا ملا حامدی صوتی غجدوانی و زین الدین خواجه هم که ذکرشان در قسم دوم یادداشت‌ها نشر تاجیکی سال 1949 صحیفه 50 قید شده است اشتراک می‌کردند. بعضی شب‌های تعطیل در همان جا غون شده بزم هم می‌رفتیم که در آن بزمگردی‌ها گاها حیرت هم اشتراک می‌کرد. چنانچه او شبی با ما بزم رفته، در بازگشت آن بزم کاوی، بزم یابی و بزم تماشاکنی ما را در قطعه تصویر کرده بود که بیت‌های اولین آن قطعه بیت‌های زیرینند. شبی دوشینه تعطیل بچند از شورکا، بیدرک بزم طلب گشته به هر کوچه دوان. پیشی همه فانوس به قادر مخدوم، از قفا کمبغلی عینی مسکین لنگان. رفت از یک طرف آوازی سفالک به فلک، تا رسیدیم پسی مدرسه مادری خان. پیش از پرسش ما شد به قراین معلوم، بزم توی پسری حضرت ایشانی کلان. هم به تعجیل دویدیم درون تا گیریم، بهر خود جای از آن مجلسی پرشوکت و شان. ما نشستیم در آن صفه که بزمان جا بود، بین که این حادثه شخ کرد ز یک سو باران. لمپه و منقل و آتش به درون خانه، برگرفتند و گرفتیم به یک گوشه مکان. من در آن وقتها غیر از شریکانی در بالا ذکر یافته درس تیار کنندگانی دیگر هم داشتم. یکی از آنها ملا کامل نام غجدوانی بود که در مدرسه میر عرب استقامت داشت. او با من شریک درس نباشد هم درس، یعنی درس های ما از روی پروگرام مدرسه های بخارا برابر بوده. او در درسخانه های دیگر و در پیش دامالله های دیگر می خواند. ملا کامل در درس فهمی بسیار کند ذهن باشد هم در فهمیده گرفتن درس و طلب علم
زیاده حریص بود. اما از آنجا که او بسیار قشاق بود، از شریک درسانش کسی یافت نشده است و قبول نکرده است که درس او را به مزد و منت تیار کرده داده به او یارمندی معنوی رساند. او از بس که با من به مناسبتی همتومن بودنمان شناس و حالدان بود، به من مراجعت کرده التماس نمود که هر هفته 2-3 بار در درس تیار کنیش به او یاری دهم. من هم از جهت همتومن و هم از جهت بسیار قشاق و از یاری معنوی دیگران ناامید بودنی او البته طلبش را با خرسندی و به طرزی که دلی او برداشته شود قبول کردم. اما از آنجا که حجره او دور بود، او نمی توانست که بعد از تیار کردن درسش برگشته رفته در حجره خود بخوابد و این چنین در حجره من هم خوابیده نمی توانست، چون که من کورپه بالیشی بر زیاد نداشتم که در وقت خوابش به او بدهم. او نیز کورپه بالیشی بر زیاد نداشت که آورده در حجره من بگذارد و در شبهای درس تیار کنیش از وی فایده برد. او در حجره خود تنها یک کورپه داشت که نیمه وی را در زیرش و نیمه دیگرش را بر بالایش گرفته و به جای بالیش جامه سیرپخته غیژدوانگی خود را در زیر سر نهاده می خوابید. ناچار او در شبهای درس تیار کنیش آن کورپه خود را برداشته به حجره من می آورد و در وقت خواب در وی می خوابید و سحر باز کورپه‌اش را برداشته با خود می برد. غیر از ملا کامیل من باز 2 نفر درس تیار کنندگانی دیگر داشتم که آنها برادرانی همدیگر بوده، حولیشان در گذری میردوستم و حجره هاشان هم در مدرسه‌چه‌ای پیش مسجد آن گذر بود. پدری آنها ملازمی قاضی کلان بوده، میانه حالانه زندگانی می کرده. کلانترین این برادران نصرالدین مخدوم نام داشته با من شریک درس نو بوده. همان سال در پیش دامالله اکرامچه در درس ما اشتراک کننده شده بود. او خوشخط و سواد درست داشته، دوستدار ادبیات بود، اما در خردسالگی هایش بنابر اهمیت ندادنش به درسهای مدرسه بسیار بی قوت مانده بود و برای درس او را تیار کرده دادم و درست فهماندم از درسهای سالهای گذشته هم بعضی مسئله ها را یادآوری کردن در کار می شد که این برای من خیلی دشواری می کرد. خردترک آن برادران صلاح الدین نام داشت که نو درس خوان بوده، خواندن صرف و نحو زبان عرب را اکنون سر کرده بود. موافق سازشمان با نصرالدین مخدوم من باید هر هفته 2 یا 3 شب به حجره او می رفتم و از بس که حجره او از باششگاه من بسیار دور و یک قسم راهش بسیار بد بود، بعد از درس او را تیار کرده دادن در آنجا می خوابیدم. معین کردن هر کدام آن شبها در اختیاری او بود و کدام شب که برای او درس تیار کنی لازم شود، همان روز در وقت درس خانگی به من تعیین می کرد که آن شب به پیش او بیروم. کاری ما با او هر هفته از 3 شب زیاد و از 2 شب کم نمی شد. ملا کامل که هر هفته 2 یا 3 شبی معین در شبهای تحصیل پیش من می آمد، اگر شبی به پیش من آمدن او به شبی تعیین کرده نصرالدین مخدوم راست آید، کورپه‌اش را در حجره من گذاشته با من به حجره وی می رفت و در آنجا 3 کسه درس تیار می کردیم و در همانجا می خوابیدیم. سحر ملا کامل تا حجره من با من آمده و از آنجا کورپه خود را برداشته به حجره خود می رفت. در روزها و شبهای تحصیل تیار کرده دادن درس صلاح الدین برای من ممکن نبود. بنابراین قرار دادیم که او روزهای تعطیل هفته 2 بار، پگاهانی روزهای 4شنبه و 5شنبه به پیش من می آید. البته درس او را تیار کرده دادن من مانند درس تیار کنیم با شریک درسانم نبوده، مثل مدرسان و شاگردان به او درس می گفتم، اما
نه مانند مدرسان رسمی سرسریانه، بلکه در 2 درس‌های هفته آینده خواندنیش را به او به خوبی می‌فهماندم. قابلیت او از برادرش زیادتر بوده، درس‌ها را زود از خود می‌کرد و با یاری من در پیش دام‌الله‌های رسمیش از همه شریک درسانش پیش می‌ایستاد. این برادران به مقابل یاری معنوی من به من یارمندی مادی می‌رساندند. لباسواری، قند و چای و بعضاً روغن و برنج آورده می‌دادند. این چیزها را به طرزی آورده می‌دادند که گویا به آنها از جای تحفه آمده است و از وی به من هم حصه برآوردند. اما با پولی خودشان خریده برای خدمت علمیم به من آورده دادنشان معلوم بود. نصرالدین مخدوم چنان که در بالا قید شد خط و سواد خوب داشت، دوستدار ادبیات بود، شعر را خوب میفهمید، اما یک مصرع هم باشد شعر گفته نمیتوانست. با همه این آرزو داشت که نامش به شاعری شهرت یابد. من این آرزوی او را از کار زیرین او پی می بردم. او گاها یگان غزلی غیر مشهوری یگان شاعری گذشته را بیشتر از جامی، حافظ یا سعدی در کاغذ بی تخلص نوشته گرفته در وقت ملاقات به من نشان داده. این غزلی کیست؟ گفته می پرسید. من آن شعر از آنی کدام کس باشد به همان کس نسبت داده، مثلا از جامی یا از حافظ یا از سعدی گفته جواب می دادم. چون این کاری او چندین بار تکرار یافت، تخمین کردم که اگر من از کدام شاعری گذشته بودنی آن شعر را ندانم، عجب نیست که او به خود نسبت دهد. برای معین کردن خطا یا درست بودنی این تخمین خود، باری شعری را که به من نشان داده از آنی کی بودنی او را پرسید. من با وجود این که می دانستم آن شعر از آنی جامی است، نمی دانم، اما شعری خیلی خوب بوده است گفته جواب دادم. او تبسمی کرده، از آن خودم است اما آنقدر خوب نیست. اگر شما پسندیده باشید من تا فردا به این غزل مقطع بیت آخری تخلص دار بسته باز به شما نشان می دهم گفت. البته من خوبی آن شعر را پسندیدم. فردای آن روز از مقطع آن غزل تخلص جامی را برداشته به جای وی نثری نوشته به من نشان داد. از بس که این احوال بسیار تکرار یافت و در هر بار من خود را به نادانی می زدم، او هم به هیچ ایبا و ملاحظه آن شعر را از آن خود می کرد. من این عادتی او را به دیگر آشنایانم که به شعر و شاعری علاقمند بودند خبر دادم تا که دیگران را فریب ندهد. صلاح الدین بعد از 1 سال در پیش من درس خواندن در سن 16 سالگی در وبای تابستانی نوبتی بخارا در وقتی که من در شهر نبودم وفات یافت. شما گفتار 82 رو از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.